الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که از چقدر مبلغ ما باید زکات بدهیم و زکات از چقدر معین مبلغ برای انسان فرض می شود. بارک الله فیکم. البته پیش از این که ما زکات یا که مقدار معین نصاب مبلغ را به شما بیان بکنیم، باید بفهمیم که حدیث ها برای حساب زکات در نسبت طلا و نقره وارد شده است. وقتی که ما گرم معین طلا را میفهمیم و گرم معین نقره را میفهمیم، هر سال یک بار به همین گرم معین پول را، مبلغ خود را حساب میکنیم و اگر راست آمد زکات میدیم. البته حدیث های صحیح وارد شده است در مسند و سنن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقدار نصابی، یعنی همون مقداری که بعد از همون زکات دادن فرض میشد، این را نصاب میگویند. نصاب طلا را 20 دینار گفتند. 20 دینار و بعض از اون 20 مثقال هم میگند. 20 دینار یعنی 20 تنگه طلایی که در همون زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 20 دینار 20 مثقال هم میگند که این میشود برابر به 500، میشود برابر به 84 گرم طلا. بعضی از علما 85 گرم گفتند. به 84 گرم طلایی که طلای درجه بلند باشد، درجه پست طلا نباشد بلکه بلند طلا باشد. پس شما 85 گرم طلا رو، نرخش رو، بلند، طلای بلند رو از بازار میپرسید که چند هست، یک گرمش چند پول است و همین 85 گرم رو ضرب میزنید، چند پول برآید. از همون مقدار پول اگر شما حوالان الحول شود، یک سال در شما هم پول تاب خورده باشد، از همون مقدار پول زکات میدید. نرخ طلا هر سال پست و بلند میشود. بعضی حالت میشود که زکات شما شاید از 5000 دلار شد، بعضی حالت میشد که از 2000 دلار میشد، بعضی حالت میشد که از 3000 دلار میشد. یعنی 85 گرم نقره طلا، البته 85 گرم طلا نرخش چقدر شود، مثلا 3000 دلار اگر شود، در همان روزی که شما زکات دادنتون ضرور است، همون روز میفهمید که نرخ طلا چند است، حساب میکنید. اگر 3000 شد، از 3000 دو فوزش رو میدید و اگر 4000 شد، از 4000 چقدر شود. و این حسابی زکات طلا بود که به حدیث های صحیح همچنین آمده است. 20 دینار و 20 دینار 85 گرم میشد و 85 گرم طلا رو نرخش چقدر یک شد، از همون مبلغ شما زکات میدید. 85 گرم طلا رو خواهید به سومانی، خواهید به ریال سعودی، خواهید به درهم، خواهید به روسی، خواهید به دلار حساب میکنید، چقدر یک شد، از همون دو فوزش رو زکات میدید. و البته این چنین زکاتی حقی برای فقرا هم وجود دارد که حساب به نقره است، خیلی که در حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است که از ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: لیس فیما دون خمس اواق صدقه وليس دون 5 ضود صدقه وليس دون 5 اوسق صدقه. در این سه جمله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمامی یعنی قسم های زکات رو بیان مینمایند و میگویند لیس دون 5 اواق صدقه. در اینجا فهمیده می شود که بیان نصاب و قدری نقره، زکات نقره چقدر هست. و در اینجا علما بیان میکنند که 5 اواق، یک اواق یعنی اواق جمعی اوقیه هست و یک اواق یک اش 40 درهم است. درهم یعنی نقره، 40 نقره، 40 درهم. نقره رو درهم میگفتند و در کتاب فقهی در زمان رسول دینار رو این طلا است، طلا میگفتند. 40 درهم، 40 درهم و همین 40 درهمی 5 درهم میشد 200 درهم. پس مقدار نصاب نقره 200 درهم است و همین 200 درهم رو به گرمی نقره اگر تبدیل بدهید 594 یا 95 گرم، 595 گرم بعضی از علما میگند که قول صحیح هم همین است.
پس شما 595 گرم نقره رو از بازار میروید و میپرسید که چند پول میشود، چقدر میشود. اگر همون پولی نتیجه برآمده در شما باشد و 1 سال در کیسه شما در تجارت شما توپ خورده باشد، پس به همون زکات میدید. پس مقدار طلا 85 و مقدار نقره 595 خیلی که به حدیث صحیح وارد شده است. و البته مقدار شتر 5 و مقدار عشر تقریبا 900 کیلویی که آمده است، چرا که 5 در حدیث آمده که 5 اوثق وثق، یک وثقش میگن 60 سا هست و در اینجا 5 وثق که آمد 300 سا است. والله اعلم. عموما می شود تقریبا 850 کیلوگرم میوه. اگر 850 زیاد شد یا 850 شد، در این حالت شما عشر میدهید. پس این بود بیان مقدار زکات. زکات دو فرضیت دارد. حولان الحول، یعنی همون پولی که باید زکات میدهید 1 سال در شما بیستد، یعنی در تجارت شما باشد یا که در صندوق شما باشد یا که یک در عروض تجارت شما استفاده کرده باشید. و بعد از اینکه 1 سال می شود شما نظر میکنید به مقدار پول. همین پول رو به گرم طلا راست میکنید. میبینید که به همین پول شما چند گرم طلا خریدن ممکن است. اگر بینید که 85 گرم یا که از وی زیاد، پس زکات برای شما فرض است. یا که به گرم نقره 595 گرم مقایسه میکنید. اگر به همین پول شما 595 گرم نقره خریده شود یا که پول شما برابری 595 گرم نقره یا اوی زیاد شود، پس به شما زکات واجب است. اگر برابری 85 گرم طلا باشد، پس زکات شما فرض است به ولایتون. پرسیدنی هم به کسی حجت نیست، فقط باید حساب رو خوب دانید. 85 گرم طلا، 595 گرم نقره، هر سال پول خود رو یک بار به همین مقایسه میکنید. اگر مقایسه شد برابر شد، زکات دادن فرض است. اگر کم اومد، پول شما کمتر از 595 گرم نقره یا 85 گرم طلا اومد، پس برای شما زکات